سلام خدمت دوستان عزیز. ما اینجا یک دستگاه چیلر هواخنک داریم که این قطعه به نام هد پرشر والو روی این دستگاه نصبه. این دستگاه وظیفش بالا نگه داشتن فشار خط مایع توی زمستون، زمانایی که هوا خیلی سرد باشه و ما با افت فشار مواجه باشیم. این شیر یه تعادلی رو ایجاد میکنه بین خط دیسچارج و خط مایعمون. زمانی که ما افت فشار داشته باشیم و توی خط مایع با کمبود فشار مواجه بشیم به خاطر برودت هوا، این قسمت که از سمت دیسچارج کمپرسور اومده فشار رو وارد این قسمت که به ریسیور و در انتها